تبسم از لب چون ما اگر گوهر کند بازی، تبسم از لب چون ما اگر گوهر کند بازی، نسیم است و رهش چون پی نه در محشر کند بازی، نسیم است و رهش چون پی نه در محشر کند بازی. فلک بر ما رهایی ثابت و سیاره می لرزد، فلک بر ما رهایی ثابت و سیاره می لرزد، مبادا گردشی آنچه کفتر کند بازی، مبادا گردشی آنچه شد کفتر کند بازی. قدح لبریزی حیرت گردد و مینا برساید، قدح لبریزی حیرت گردد و مینا برساید، در آن محفل که آن شوخی دری پیکر کند بازی، در آن محفل که آن شوخی دری پیکر کند بازی. بجز مشاقه جادو دیدارت کرد زیگ سویت، بجز مشاقه جادو دیدارش کرد زیگ سویت، چون این مورد مگر دردم بی افسونگر کند بازی، چون این مورد مگر دردم بی افسونگر کند بازی. بجز مشاقه جادو دیدارت کرد زیگ سویت، بجز مشاقه جادو دیدارت
این موره مگر دردم افسونگر کند بازی چون این موره مگر دردم افسونگر کند بازی چون این موره مگر دردم افسونگر کند بازی سلامت باشید. بعضی از صدا و سیماها خاطرمانند. مثلا صدایی که ما در حالتهای گوناگون زندگیمون میشنویم، چه خوشحالی و چه غمگینی، و یا چهره را که هنگام شنیدن همان صدا در آن چهره همان درد خود را و یا همان شادی خود را هنگام اجرایشش میبینیم. درود عزیزان، برنامه خاطره ها است منظورتان و با این گفته ها در نظر داشتیم چهره و صدای بسیار هم خوبی شاهستون صنعت تاجیک، هنرمند خلقی، دارنده جایزه به نام استاد ابو عبدالله رودکی، ظفر ناظیموف را و همراه ما هستند در نهال یکی از پیروانی اون کس بختیار عبادوف. خوش آمدید. سلامت باشید. بسیار می‌نداری خود رو بیان میکنم از نام کارمندانی گروه اهل سونر، بعد همه کارمندان تلویزیون شبکه سفینه که به این تالار زیبا ما را دعوت کردن. سلامت باشید. میخوایم امروز باز هم یادی از استاد کرده باشیم. ما در برنامه خاطره ها چند مراتبه از سرودهای استاد خاطر رسان کردیم، مردم رو یادآوری کردیم و بازخوانی گردیدن. باز این روز قرار است که شما نیز اجرا داشته باشید و هر کسی که مهمان میشود و یا هر کسی را که مثلا در مورد همان استادان صنعت میپرسیم، هر کس تعریف و قصه علاهده خود رو دارد. مثلا وقتی که پیروی کرده باشد، شما چگونه پیروی کردید؟ شما چگونه شروع کردید؟ هنگامی که خردسال بودم، اولین سروده که دوران مکتبی کروژوکی مکتبی شد از شادروان استاد ظفر ناظیم سرودی مادرش را در اونجا زمزمه کردم. شنیدیم که مثلا در محیط خانه نیز اهل عائله‌تان زیاد مخلصی شادروان ظفر ناظیم. البته تمام عائله‌مون همان لحظه های بسیار هم شیرین کودکی را زیر نوای سرودهای اون کسی سپری ساختید. بله بله. این سرودی تبسم بود. تبسم، بله تبسم از غزل بدل. آهنگ خودی ظفر ناظیم. آهنگ خودی ظفر ناظیم، بله. وقتی که مثلا همین راه رو پیشه کردید، اجرا کردن رو شروع کردید، از سرودی مادرش شروع کردید؟ بله البته اولین سرودی که من خوندم از مادر و اولین سرودی که خودی شادروان ظفر ناظیم اجرا کردن وقتی که روی صحنه برآمدن، این سرودی دختری هاید بود. شما میدونستید؟ بله بله میدونم. این از همان مثلا قصه هست که از زادگاهشون شده و بعد از اونی که از زادگاه برآمده به شهر اومدن و همین سرود رو به یاد زادگاه، به یاد دههشون اولین مرتبه اجرا کرد. مرتبه یاد دارم. سرود دیگر کدام است که شما قرار است در نوبت دیگری برنامه اجرا داشته باشید؟ سرودی از بهترین استاد شادروان استاد ظفر ناظیم، گلدسته که گلدسته. آهنگ خودش. این سرود نیز یکی از سرودهای خاطرمانی شادروان ظفر ناظیم است که همه مردم تاجیک و تاجیکستان این سرود رو به خاطر دارند، مخصوصا نسل از ما کلانسالتر که استاد را به نهایت مخلصی و گوش میکردند. و قرار است که حالا یک ترانه دیگر بشنویم. البته. گلدسته تو را دیدم، عمری رفته باز آمد. گلدسته تو را جستم، عشقی رفته باز آمد.
هر صبحی سعادت ها با یادی تو میخیزم، هر صبحی سعادت ها با یادی تو میخیزم، بروی خزان گشتم اشک از دیده میریزم، بروی خزان گشتم اشک از دیده میریزم. گل دسته گل دسته گل دسته تو را دیدم، عمری رفته باز آمد. گل دسته گل دسته گل دسته تو را جستم، عشقی رفته باز آمد. از اشکی روانی من گل در شول از آرویم، از اشکی روانی من گل در شول از آرویم، زانجا که گذر سازی گل بندم بگی سویم، زانجا که گذر سازی گل بندم بگی سویم. گل دسته گل دسته گل دسته تو را دیدم، عمری رفته باز آمد. گل دسته گل دسته گل دسته تو را جستم، عشقی رفته باز آمد. کشتی محبت را بیراقی ظفر باشد، کشتی محبت را بیراقی ظفر باشد، قدی چون علیفت را به زیر و زبر باشد، قدی چون علیفت را به زیر و زبر باشد. گل دسته گل دسته گل دسته تو را دیدم، عمری رفته باز آمد. گل دسته گل دسته گل دسته تو را جستم، عشقی رفته باز آمد. عمری رفته باز آمد، عشقی رفته باز آمد. به شک و شبهه میتوانم بگویم که هنگام اجرای این سرود در ذهن هر یک شنونده همان طرز اجرای استاد، همان صدای مرغوله‌دار ظفر ناظم هنرمند خلقی تاجیکستان شادروان پیدا می شود که چگونه با یک اوج بلند، چگونه با یک قوه صدای خوب این سرود را اجرا میکردن. و شما نیز برای اجرایتان تشکر میگویم. سلامت باشید. مثلا ما میدونیم که ظفر ناظم شادروان از عائله صنعتکار نیستند، از یک استعداد طبیعی این همه مشهوریت و این همه محبوبیت پیدا شده است. شما چی میدونید درباره اون کس؟ از دوران شوروی شادروان استاد ظفر ناظم اولین
مکتب خود را مکتب اکا شریف جرایف آغاز کرد و تا حالا سرودهای آنها والا مقام است. بله. مثلا وقتی که یک مکتب رو ادامه دادن، پیروی کردن، شروع کردن و از خود یک مکتب خوبی دیگر باقی گذاشتن و اولین راهبری انسمبل گنجینه نیست تا جایی که ما میدونیم استاد ظفر ناظم بودن. فعالیتی بسیار خوب در جدای صنعت نشان داده، از خود شاگردان زیاد باقی گذاشتند. مثلا باز نفرانی که محض پیروی میکنند آن کس رو در برابر خود شما. پیروی ظفر ناظم مکتبی بزرگی اکا شریف جرایف می باشد. پیروی اکا شریف جرایف با مانند استادان بزرگ، استادان دستمراد علی، بابا جان عزیز، سبحان سعید و غیره ها صنعتکاری هستند که پیروی استاد شادروان ظفر ناظم را انتخاب کردن میکنند. بله. مثلا اگر ما از پدر و مادرانمون بپرسیم که از حافظان خلقی، از هنرمندان دوران خود کی رو مثلا توصیه میدهید که سرودهایش رو گوش کنیم و یا کی براتون بیشتر از همه پسند بود، به شکی آنها اسمی استاد ظفر ناظم، مدینه هاشم، جورابک نبیف اینها رو به زبان میارند که نفرانی هستند که همه مردم تاجیکیه نمیشناسند. بغیر از در دایره جمهوری شناختن، آنها اسم و نام خود رو در میان تمام فارسی زبان ها جایگزین گذاشتند. خدمت های خوب برای خلق و ملت کردند با اجرای سرودهای خوبی خود. بیشتر در اوایل ما سرودهای ظفر ناظم، من خود که در اوایل صنعتکار به دنیا آمدم، بیشتر سرودهای استاد ظفر ناظم را شادروان میپسندم. در محرک‌ها و مراسم‌های توی خرسندی‌های مردم بیشتر من اون سرودها را زمزمه میکنم. مثلا از قصه هایی که دوستان و نزدیکان شادروان ظفر ناظم نقل میکنن، همین گونه اومده است که در برنامه های کنسرتی که وقتی آنها اجرا میکردن چگونه نفران زیاد جمع شدن برای شنیدن صدایشان و در محفل ها بارها درخواست میکردند که سرودهای مقبول دل آنها را اجرا داشته باشد و همین گونه ظفر ناظم فرزند خاندان هر یک تاجیک و تاجیکستانی بود. در خاندان هر یک ما صدای خوب و دلنشینی استاد صدا میداد و زیر نوای سرودهای آن کس به وای رسیدیم. البته. باز یک ترانه دیگر داریم در این قسمت از برنامه. شعر مادر، آهنگ ظفر ناظم خودش، غزلی بدیل. باز آمدم با کوهی توی قبله امید، یه مادر که ساعتی جان همسرای تو. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، یه مادر که جان و دلی من فدای تو. باز آمدم که بوسه زنم بر مزار تو، یه مادر که جان و دلی من فدای تو. آه مادرم مادرم جان، مادرم مادرم ای
غمخوان است سینه من در فراق تو. آن کس که هست از غم من با خبر خداست، آگاه نبودم از غم به مادری، ولی مرگت پیام داد که به مادری بلا. آگاه نبودم از غم به مادری، ولی مرگت پیام داد که به مادری بلا. اوه مادرم مادرم جان، مادرم مادرم ای مادرم مادرم جان، مادرم مادرم ای مادرم مادرم جان، مادرم مادرم. مادر بخواب گوش کی زیان گر نمیروی، جانم فدای روی تو من زین مبارک است. مادر بخواب کعبه من خاک کوه تو، قربانی خواب که کوه تو من زین مبارکم. مادر بخواب کعبه من خاک کوه تو، قربانی خواب که کوه تو من زین مبارکم. اوه مادرم مادرم جان، مادرم مادرم ای مادرم مادرم جان، مادرم مادرم ای مادرم مادرم جان، مادرم مادرم ای مادرم مادرم. تشکر. هر یک سروده که شادروان ظفر ناظم اجرا میکردن از تجربه های زندگی بود، از حالت های بود که خود ایشان از سر گذراندن و با همون اندوه و با همون خوشحالی که خود احساس میکردن سرودها رو اجرا میکردن. و سرود مادر نیز بعد از فوت مادر عزیزی اون کس تولید گردیده و صدا داده است. گمانم که برای هر یک شنونده، نفرانی که مثلا همین احساس رو درک میکنن، همین حالت رو از سر گذراندن، یک مرهم بسیار خوب است این سرود. چی آهنگش نوای خوب دارد، چی متنش دلنشین و با صدای استاد که دیگر جای گفتن نیست خوبیش رو. هر یک سرودی شادروان ظفر ناظم مقام و جایگاه خاصه خود را در قلب و
зеҳни шунаванда ва мухлисонаш дорад. ҳар як суруд барои шунавандагон, барои мухлисонаш алоҳида азиз аст. масалан нафароне ки оҳангҳояшро гӯш мекунанд, яъне ки дар тамоми ҳолатҳои мардум сурудҳои алоҳида дорад. дар вақти шодӣ чӣ гуна ки гуфтем ғамгинӣ ва ҳолатҳое мешавад ки масалан мо ба фикрҳои амиқе фурӯ меравем. як фикрҳо, як андешаҳое ба сарамон мезанад ки барои шахсиятсозии мо, барои он кӯмак мекунад ки масалан мо худро шиносем пеш аз ҳама. ва як таронаи бисёр хуби дигар доранд устод, ҳар ҷо ки кунам хона. ин барои ман хеле дилписанд аст, барои он ки ҳар як сурудои устод Шодравон мехонад, ман кӯшиш мекунам ки монанди устод пайравии мактаби хоси устодро пайравӣ кунам. албатта оҳанг аз худи Шодравон Зафар Нозим. ва чӣ гуна ки гуфтем, ин суруд, яъне гуфтаҳои қаблиамон ба ҳамин суруд дахл дошт ки ба фикрҳои амиқ шунавандаро мебарад, ба хаёлҳои дуродур. ва фурсати фарҷоми барнома аст. пеш аз оне ки бо тамошобинон хайру хуш кунем, бо ҳамин таронаро мехоҳем ки аз шумо дархост дошта бошем то иҷро кунед. албатта. جا کی کنم خانه تو را یابم، هرگیز نروم جای جان تو را یابم، هرگیز نروم جای جان تو را یابم. گر خواب کنم شبها، گر خانه روم تنها، گر خواب کنم شبها، ور خانه روم تنها، در خواب تو را بینم، خانه تو را یابم، در خواب تو را دیدی سری او گردان، پروانه تو را یابم، گر جانی بی می خوانم، آیم پی و پیمانم، گر جانی بی می خوانم، آیم پی و پیمانم، در دستی می و شما، مان تو را یابم، در دستی می و شما، مان تو را یابم. جاها
از سر بیکشم خلقه در بر شوم غرقه در هر صدف پنهان دردانه تو را یابم از خود بگسیل جامی مزداری گمنامی از خود بگسیل جامی مزداری گمنامی کرده در توی وعده بیگانه تو رو یابم کرده تو توی وعده بیگانه تو رو یادی آن نفران بخیر، روحی آن نفران شاد که برای ما این همه خوبی ها رو در خاطره همون ثبت ساختند و باقی گذاشتند و باشد که همین گونه نفرانی که پیرویشون میسازند و بازخوانی میکنند سرودهای آنها را و یاد و خاطرهشون را در ذهن ما باز هم زنده تر میگردانند شمارشون زیاد باشد. دوستان عزیز، به فرجام برنامه خاطره ها رسیدیم و یادآور میشویم که مهمان نوبتی برنامه ما بودند یکی از پیروان هنرمند خلقی تاجیکستان ظفر نازیموف بختیار عبادوف و با همین برنامه‌مون به فرجام میرسد. باشد که خاطرتون همیشه شاد باشد، زندگیتون پر از خوبی ها.